په دې هیله چې روزه مو تر دې دمه په ښه توګه نیولې او طاعت او عبادات مو د الله په دربار کې قبول شي. آدم روزدار همیشه باید خوشخوی باشه. خب مهمان خداونده. ایره ما در زبان پشتو ایره ما خیزه میگیم. بله. شما چی میگین؟ نه دیگه اونو که می یک روز می 20 روز دیگه مارکت نمون رو نمیخره کنم کار نیه دیگه. کی زن دوست نداره. چند سال هستی؟ 26. 26؟ پیر شدی دیگه؟ نه. چند سال دیگه مونده وقت؟ 4 سال دیگه زن نگرفتی؟ دیگه خلاص است. از اموش یک صدا کد گفت امی حسین بخش دیگه. بله بله. حسین بخش میخواد گپ بزنه. امی 1 کیلو کشمش چند است یعنی کشمش؟ یعنی کشمش 270 روپیه مثلا. نه دیگه نمیشه. فرق میکنه جنس ها. نه با جنس ها فرق میکنه. نمی وقت دیگه همین نزدیک افطار چقدر خوشایند است همین بوی ازی دیگه. کسایی که ما را اینجا آوردن نه یا دعای خود عمل نکرد. ما را بازی دادن اینجا آوردن. میگه بسیار جنگ میکنی دعا میکنی دستان فراست است اون روی تماوگار کدی. نه. هم استادتون قصه کرد. کی قصه کرد؟ استادتون گفت. تو از استادتون چه خبر داری؟ استادتون اونجا من دیدم رفیقم است یک استادتون. زن و مرد؟ مرد است. نیست. زن است؟ نه. خیلی او حتما دروغ گفته. کادو چوراک سیره پا یا چوراک کادو سیره پا کادو چوراک سیره پا سلامونه دوستانو جوړ په خیر خدای دې کې جوړ روغ اوسئ په دې هیله چې روزه مو تر دې دمه په ښه توګه نیولې او طاعت او عبادات مو د الله په دربار کې قبول شي. نن راغلی ما برچي ته. برچي په کابل کې یو لویه منطقه ده چې دلته ډېر خلک اوسېږي. نو دلته موږ د روزې خپرونه لرو بعضې مصاحبې موږ له وطنوانو لرو له موږ سره اوسېږئ انشاءالله ښایسته تصویرونه ښه تصویرونه له دې منطقې نه لرو. موږ ته نه مه پرېږدئ. فواد نادري چینل در سره سبسکرایب کړئ لایک او کمنټ شیر هم له یاده ونوځئ. زه انشاءالله خپلو وطنوالو سره موږ د نننۍ مصاحبې لرو له موږ سره اوسېږئ. سلام علیکم. سلام خوبی جان جور بخیر. صحت خوب هستی؟ جان جور است. هزار بار. نام چی است؟ نام میرسن. میرسن. خودت این برچی سی دیگه؟ فعلا کمین جاره چندین سالایه. خب دمی کار ترکاری را میکنی؟ کارم ترکاریه. چطور کاروبار؟ کار نیست. نیست بیخ کار نیست؟ نه دیگه اونو که می یک روز می 20 روز دیگه مارکت نمون رو نمیخره کنم کار نیه دیگه. حال روزانه چند سودا میکنی؟ روز 700 داخلش میشه. چی خشاوه؟ روز 10 کیلو 15 کیلو. خب باز کیلوی چند هستی لیمو؟ کیلوی 50 60. خب چیزی میمانه یا نه؟ نه چی مونه ما روزه این فقط یک چاشتی روزه رو چاشتی بخوری یا روزه اونو 1 کیلو روپا میمونه 50 روپا 100 روپا. خب روز 100 روپا دیگه؟ 100 روپا 1 نیم ساعت 80 70. خب کم که نمیشه کمی ترکاری رو زیاد کنی؟ نمیلی ظالمان نمیلی رو کجا ببری. خب حالا و یک ساعت میشه که ما اینجا میدیم حالا که بیمور پیش نموره کوچه دا کوچه اون که زیاد گردنده نمیتونیم. خودت یک موقعیت نیست در مارکت ترکاری باشه اونجا کاروبار کنی یعنی نمیشه موقعیت اون سرای است اونجا یعنی اندازه یک جای کراشی ماهی 3000 کرایشه اونش کس پورا نمیتونه کار نیه سودا نیه اون چه رقم پورا کنه ماهی 3000 رو بدیم باید. خب خیلی دیگه روزانه 100 روپیه دیگه خب مقدر چیز نمیمونه. نه دیگه پیسه خودش هم میبره یا نه؟ گاهی مبرای گاهی تاوانونه گاهی سرونه. خب دایید چی تو دایید آمادگی گرفته یا نه؟ نه چی آمادگی دست خالی چیز آمادگی گرفته میشه. کالا جور نکردی؟
نه دیگه کالا چیز جور کنی اگه کالا جور لیمو نگیریم باید خب بیا انشالله دعا میکنیم که بخیر کارت خوب شود. پناه با خدا چیزی که خداوند در کارتان برکت آمین بندازه. چیزی که رضای اون باشه همه کار دست که خدایا خداوند برای ما تعیین کرده باشه همون میشه انشالله برای ما میرسه. آه. خداوند که نفس برای ما داده روزیش انشالله روزیش میده یا کمی یا زیاده که اندازه توانش قناعت خوب چیز است. به انشالله دعا میکنیم وطندارایی که خصوصا کسایی که میتونن کاری کنه دست وطندارای ما را بگیره. ما از وطندارا خواهش میکنیم که خصوصا همین دوستایی که به این شکل کار میکنن واسه توانایی ندارن همراهشان همکاری کنین، حداقل یک چیز امون نفقه خود پیش ببرن، چون فعلا کمک وضعیت فکر نکنم که به این حالت اما اقتصاد خانه پیش بره. خب تشکر میکنیم کاکا، دعا میکنیم خدا کل از این حالت نجات بده. یا ان شاء الله یک عید خوش داشته باشید. آمین. کل مسلمانای خوب خوش روز خوش داشته باشه. تشکر. خدا سلامت. سلام علیکم. ماندن باشید. جان جور است. بخیر. نامت؟ نامم زاکر حسین است بدر. زاکر حسین. بله. خوب که امروز روزش تو رسید. شکر از خدا مهربان است. خدا توانی میده که فهمیده نمیشه رسید. تاثیر خو نکرده؟ نه چیزی نیست. یک قسالا رو خوردیم یک ماه دیگر هم اینا خوردی چی میشه؟ می در افطاری زیاد خوش است یا در سحری؟ فرق نمیکنه، اردش یک چیز است. سحری کم سختی نمیکنه؟ نه کپی نیست، اگه آدم ایمان آدم قوی باشه فرق نمیکنه. خب چطور از کاروبار؟ شکر از خدا مهربان است. ایرا ما در زبان پشتو ایرا ما خیزه میگیم. بله. شما چی میگین؟ ما شرش میگیم، سیچ میگیم، همون چیز است. خب ایرا از کو چی میکنین؟ نه ما شار میاریم دیگه، فعلا از کو نرسیده، هنوز کوه سبز سیاه نشده، برفا نشده. خب ایرا از کجاست؟ یه از طرف جلال آباد میاد، سروبی مایپر اینجا قسمت است. ایرا کوه مثلا میشه نه؟ در کو چیزیش در کوست. خب این دیگه هم سبزی وری پخته میشه. سبزی وری پخته میشه. چطور از بازارش؟ بازارش خوب است دیگه، سبزیجات است دیگه، مردم هم خوش داره میخرن. روزانه چقدر فروش میشه؟ شکر است، فروشات خوب است، بد نیست، ناشکری نمیکنیم که یا کم یا زیاد خداوند روزی رو میرسانه. شکر ما دم هر نعمت که خداوند برای ما داره شکر ادا کنیم و هر روزی کم یا زیاد قناعت کنیم. این بسیار ان شاء الله روزی ما رو هم زیاد میکنه. همین قناعت کردن، شکر کردن خودش در روزی ما، در زندگی ما، در اولاد ما برکت میندازه. بله ناشکری یک چیزی بد است. اگه خداوند یک روز اگه داد، دو روز دیگه نداد، باید هم دو روز نمیتم شکر بکشی. بشک. یک 4 روز بعدش میته، 2 روز بعدش میته، او فرق نمیکنه، آخر روزی رو میته خداوند. بشک. شکر کردن در هر کار، در هر نعمت خداوند یک کلان چیز است. شکر کردن بسیار خوب چیز است. چی تو آماده گرفتی؟ ببینیم ما دیگه همه چیزی که توان داریم. بله شکر ازدواج کردیم. اولاد داری؟ اولاد نه ندارم فعلا. خب نه ازدواج کردی؟ تازه ازدواج. خب بیا دعا میکنیم خداوند یک اولاد کلنگی بده. الهی آمین. و بعضی وقت نمیم خداوند بچه بده یا دختر، هر چیزی که باشه. هر چیز باشه فرق نمیکنه. دختر یا بچه کل هر کدامش یک نعمت کلان خداوند است. خب خداوند برات یک اولاد کلنگی بده. دعا میکنیم. الهی آمین. جور باشی برادر دیگه، جوانا رو همچنان. موفق باشی بدر در کار. زنده باشین. افطاری رو قدیما بشینید. تشکر. راستی میگم لالا. زنده باشین. بخیر. دوستانو منګه برچی خاطر راغلی اسو دلته هغه کسان چې سرک لغاړه کاروبار کوي دغه مصايبه تاسو اوریدله لږ زره وضعیت اقتصادي لکنه ده خو بیا هم په هر کار کې په هر روزي خدای پاک مونږ ته لګي کم راکې شکر باید مونږ د خدای پاک ادا کړو. دوستان عزیز پیش یک کاکا آمدیم که از دور ام بعضی خوشخویا از دور معلوم میشن دیگه خندهش وقت ما را گرفت. چطور هستی کاکا؟ سلام علیکم. دستا بتینه؟ حالا احوال شما خوب ان شاء الله؟ سلامت خوبی خیره دار بخیر سلامت باشین. بخیر هستی؟ شکر سلامت. شکر که بخیر مرا دیدین. چطور هستی سر؟ الحمدلله. خدا روزش چطور هستی؟ خدا رو شکرش فهمیده نمیشه، روزه بسیار خوبه. میگم نزدیک افطار خودت میگه زیاد چی میشی؟ قار میشی و نه سرکی قار شه. خانه میگه زیاد قار میشی. نه یک گوان است. آدم روزه رو همیشه باید خوشخوی باشه. خب مهمان خداونده. نامت شکم گشنه مهمان خداست. نامت چی است؟ نام سهراب علیه. چی؟ سهراب علی. سهراب علی. بله خب ماشاءالله. چطور از کاروبار؟
خدا رو شکر بد نیم خوبه. در این روزا زیاد است یا بعد از این زیاد میشه چی رقم؟ والا دیگه نزدیکای زیادتر میشه، حالا کمتر باز خوبه، کم کم شروع شده. قیمت سودا نمیکنی؟ نه قیمت هنوز از روزای اولای ماه رمضان که دلار زانتر میده مردم دید برده بتونه. 1 کیلو کشمش چند است؟ یعنی کشمش یعنی کشمش 270 روپیه مثلا. نه دیگه نمیشه فرق میکنه جنس ها. نه باز جنس ها فرق میکنه، او 200 است، او 200 است، رقم تا 150 روپیه هم داریم. خب آه خب این پسته چند است باز؟ پسته پسته شور چند است؟ پسته شیرین چند اردوش است؟ یک قیمت است، 700 است. 700 آه. قیمت خو نمیگی؟ نه هر چقدر تو میخری مراد داری واسه مقصد بیننده میبینه تا بیننده بیاین مراد چه میشه سعی که پیستره. چند مراد میکنیم؟ این خیر یک درفه 20 روپیش مراد میشم. خب کسی که پیسه نداشته باشی رقم پیسه صلوات بگه دیگه دروای مردای خود یک مشت سر شکم میزنه. نه خب باز یکم ایدی باش نمیتین؟ ایدی دیگه خلق خدا به پیسه یا ماکول گریدی ویدیو. موفق باشی. سلامت باشی، شما موفق باشین، جور باشین، زنده باشین ان شاء الله. برکت بندازم. سلام و درود به کل وطندارای ما در سرتاسر دنیا. سلام و درود، عید خوش داشته باشین ان شاء الله. از امیال تبریک میگم. تبریک میگم، عید خوش داشته باشین کلتون. میوه چی ندادی دیگه؟ با ایدی ندادی به کس. یادت باشه. نه اول وقت تو میگه ایدی میدم، روزی بیاد در خدمت از کل دیگه. حالم در خدمت شما. سلامت باشین، موفق باشین. خوش دور هستی؟ شکر دست بتنه؟ الحمدلله. جان جور است؟ شکر الحمدلله. بخیر هستی؟ چطور نمی روزا مقصد می کار جراب و چیزا کمک خوبتر میشه دیگه؟ نه بخاطر که یک جور کالا که گرفتی یک جراب هم باید بگیری دیگه. او تو که است، خب مردم بیکار است، پیسه نداره دیگه، از کجا خرید کنه؟ کار سر کار است. ولی خب قیمت نیست نه؟ باشم قیمتم که نباشه مردم نمیخره. قیمتم که نباشه مردم نمیخره. پیسه نداره. چند است یک جور جراب چند است؟ 20 روپیه، 40 روپیه، 50 روپیه هر رقم است. خب 50 روپیه دیگه شاید نباشه، اون نمیگیره ایرم دیگه. نه دیگه 20 روپیه‌ش نمیخره تا چی رسیده 20 روپیه. روزا چند کار میکنی روزه؟ یعنی بالا از صبح تا شاید 800 روپیه سودا کرده باشه. 800 چند روپیه مونده؟ 800 شاید 120 روپیه مونده. 100 تا شام 1000 روپیه میشه دیگه، 200 300 میشه روزه. معلوم نیست دیگه، فنا بخدا. بود نمید شاید زیاد شود. نه امسال کاربار نیست. خب باز بچه هست؟ بچه داری؟ چند بچه داریم؟ 3 بچه. و چیم کاربار میکنن؟ یکیش مکتب میره. خب یکیش بیکار است. یکی دیگهش کار میکنه. خب دیانه زیادتر هم و مسئولیت سر خودت یک بچه دیگه هست دیگه. خب چطور است امروز روزه؟ روزه که هوا سرد است، روزه تاثیر نمیکنه. خب دم شام کار نمیچی؟ نه خب نه اول روزه تا شام که می 10 شب کار نمیشه. برو کاکا در کارت برکت. سلامت باشی، جور باشی. سلامت باشی. دوستای عزیز، امروز دید دیگه نزدیک شده. کسی در کار بار کالا مصروف است، کسی در میوه و کسی در کار جراب. خب کوشش کنه این دوستا، کسایی که ما را بیننده هستن، جراب کار دارین، بعضی چیزایی که در لب سرک پیدا میشه از امور از دکان نگیرین، از قسم کسایی که کسب کارایی که در لب سرک است بگیرین. دیگه هم کار از یا میشه و از دکان کده هم براتون کمی ارزان تر است. با ما باشین ان شاء الله، تصویرهای دیگه هم از جای دیگه به شما می داشته باشه. الحمدلله. نامه که چی است؟ سمیع الله. خب خودت دیگه پخت و پز مرغ بوده داری؟ بله. چطور در این روزا کار پخت و پز مرغ؟ الحمدلله خوب است، خیلی خوب است. در روزای عید نزدیک است، بازارها خیلی دلم نمی وقت دیگه همین نزدیک افطار چقدر خوشایند است همین بوی از دیگه. خب دیگه روزه است چون که بس خوشبو. نمی وقت همیشه هم هر چیز میبینی میگی بخری. عایشه بس خوردنی. چطور کاروبار؟ شکر است الحمدلله، فضل خدا. چند است یک مرغ قیمتش چند است؟ 280 افغانی. خب بس کشتار تازه است الحمدلله، شکر مرغ وطنی است. خب مرغای وطنی است؟ کشتار وطن است. ای که میگه بعضی یخچالی میوخ نیست. نه 100% روزه اینو لیکن که دروغ بگویم که روزه آدم باطل میشه. خب ازش دیگه 100% غم دل جمع میشه.
چطور کاروبار خوب است؟ الحمدلله. در رمضان خوب است یا در بوزگی؟ نه در بوزگی خوب است به نسبت کاروبار اگه سعی کنی. عالم شکر است. 50 دانه روزی سودا میشه حقیقت که بگیم بره. خب در یک مرغ چند روپا میمونه؟ در یک مرغ لالا میمونه 40 روپا میمونه برای هتل 50 روپا 60 روپا 40 روپا. خوب از وطنی است این حالی بعضی وقتا مختلف است نرخ تا بالا میره. از او خاطر فرق داره. دمی روزا فعلا این حالی با امید خدا جان یک 50 روپا میمونه در هتل. 50 روپا؟ 50 روپا یک مرغ. خب یعنی از کاروبار راضی هستی؟ شکر است الحمدلله. خودت امروز روزه چطور هستی؟ شکر الحمدلله. باز یک گپ است که در 11 بجه ما فیصد از فارغ هستیم خواه هستیم. بعد از کار شروع میشه دیگه باز او قدر سخت تمام نمیشه. باز دمی 50 دانه مرغ کدام بشه به کسی تو بغل رانش هم به کس میتی خاطر افطاری یا نه که پیسه نداشته باشه؟ او رقمی لالای ما باز نفر نمیمونم نان میتم خلاصه که کسی بیاید باز هتل اجازه داده از اویش کمک میکنیم مثلا کسی بیاید که غریب باشه. بالای پیسه باید کمک ثواب هم باشه نه؟ ایشه بس یا او کارا رو میکنم از او اجازه داده ولی مرغ باز که کم شوه دیگه ایش باز برای کسی بیتم باز او گردن بستگی میشه کم بیاید. بدون از او کمک میتیم چون که داخل برنج از کباب است باز برنجشه شوانه یگان تا بیاید باز اوش کمک میتیم از خیریه. همین طریقی پخته کردن از چی رقم از کادم بعضی وقت خانه پخته کنه. یاد ما یک غذای جنجالی است این مرغ سیزی چون که اونجا ریا مرغ بالا پخته میکنیم اینجا نمیمونه از خاطر زیاد دود شراولی که سری ما ممنوع کرده اینجا یا اونجا پخته میشه شو یا اخته میشه در مساله تا سوا در مساله است دخته است سوا با سیخ میزنیم دیگه پخته میکنیم یک دو نیم ساعت در ور اونجا میگیره بعد از اون میاریم اینجا. بعد از اینجا کباب میشه دیگه. بله اینجا بس کباب میشه. بعضی جایا که است خود سوتا پخته میشه در چوب. وزینال اینجا سیستم است که مردم برچی که است خجال خوش داره. خب تشکر پدر در کارت ان شاء الله موفق باشید در کارت برکت. ما میمون نمیشینی تشکر بخیر باشید. بخیر. چطور هستی تو؟ شکر خدا. نامت چی است؟ محسن. محسن خودت شاگرد هستی دیگه؟ خدمتی کارم. تو آشپز نشده ای؟ نه تو گوشک آشپز شدی. بخیر. خوب هستی جان جور است. خوب هستی بخیر. نامت چی است؟ نام ذاکر حسین. ذاکر حسین. بله. خب امروز با خوشبختانه با دو ذاکر حسین ما سر خوردیم. خب چطور است کاروبار ذاکر حسین؟ خوب شکر. کار نیه. 1 کیلو کینو چند است؟ 1 کیلو کینو 60 روپیه است 70 روپیه است. چارک چند است؟ چارک 100 120 ایش 120 می او 100. این لال مالتا میگه چی میگه؟ مالتا میگه نه؟ چند است او می چارک 130 روپیه 140 روپیه. مقصد قیمت خو نمیته میگه 120. خب چارک در په پایین به فایده میگیریم. این میوه باز زود خراب میشه نه؟ خراب میشه. شما چی رقم میبره باز تا خراب شدن یا نه؟ والا خراب میشه که طول خراب میشه کینو خراب میشه. سیب خوب است. یعنی مالتا خراب میشه داغی میکنه. در بوزگی کاروبار خوب است یا در روزه؟ هر سال در روزه خوب بودیم سال در روزه کار نیست والا. پیسه نیست نه قیمتی هم شده کینو رو من نظرم مالی را سر زیاد شده نمیته چیش مشکل شده. 2 سال میشه مرا. دیگه کس خواست نمیره یک نفر 300 کار کنه دیگه 300 کی میتونه میوه بخوره. 400 روپیه دیگه فکر کنید. یک سیب وطنی سرخ مثلا ارزان بود که اونم مردم زیاد خورده اون دل زده شد. خب یعنی سیبا. خب این چند است؟ این وطنی دیگه چند؟ وطنی است یک مخچارک 50 سودا می‌نیم. خلطهش 150 140 سودا می‌کنیم 120 سودا می‌کنیم. باز یک مشکل وطن ما یک مشکلی است که میوه را نگاه کردن همیشه نه. سرخانه جور شده. مونتا سرخانه مصرف زیاد می‌خوره دیگه. مثلا برق نداره جنریتور چالان می‌کنه دیگه. بیا ان شاء الله در کارت برکت. بخیر باشی. افطاری پیش خریم. بخیر باشی. تشکر. بخیر باشی. دوستان عزیز میوه این سال کمک قیمت‌تر شده. البته حالی فکر که یک کیلوی 60 روپیه 70 روپیه امسال از 100 120 روپیه هیچ پایین‌تر نشد. دیگه مشکل است برای کسایی که کم اقتصاد ضعیف‌تر باشه میوه بخوره. باز اکثریت بازاران دیگه از ما و شما چون اقتصاد ما و شما متوسط است شاید از متوسط هم پایین‌تر دیگه بنابراین کمکی که وضع جیب خراب شد دیگه باز میوه خورده نمیشه. جور هستی؟ یک کمک پیش تا شو. بخیر است. نام چی است؟ عاشق حسین. عاشق حسین. نام خود چی نامه؟ سال مقبول نیست؟ است. خب این نام سرت کی مونده؟ این چی؟ پدر مونده مادر؟ کاکای مونده. کاکایت مونده؟ کاکایت من زیاد دوست داشته تره. خب اینجا کاربار میکنی یا دکان داری چی میکنی؟ نه کراچوان هستم کراچوان ازمی پلوخشک هستم. در روی سر کار نیست میم در چی؟ در
دی مارکت میبینیم اینجا خدا کریم. میگه عاشق حسین میگه مال میگه کم بار میکنه پیسه را زیاد میگیره. نه گپ نیستم چیزی که نه خدا که داده باشه ما قبول دارم از او بیشتر. روز چند کار میکنی؟ حالا این روز 2.5 کار کردیم. 2.5 زیاد کار کردی دیگه. از مکر زیاد کار کردی. حالا چیز گفتن نمیتونم. ها؟ حالا چیز گفتن نمیتونم. عروسی کردی؟ نه. چرا؟ حالا پدر مادر ندارم. پدر مادر نداری؟ خب کل کاکا را بگو نام مونده این حال یک عروسی که دیگه بگو نامزاد که مرا. والله کاکای ما اگه دلش بسوزه میگیره اگه دلش نسوزه. چطور دلت میشه عروسی کنی؟ ها؟ تا جایی را چی ندارم. شوق نداری؟ شوقش دارم خب. علاقهش نداری؟ خوب میگه کاکای دلش نمیسوزه چی دیگه. کاکای خود دل خودت از دل کاکایت نیست. کاکای عروسی کرده؟ خب مشکل از کاکای تو خودش رو بیغم شده تو عروسی نمیکنه. نه. یعنی کی زن دوست نداره. چند سال هستی؟ 26. 26 پیر شدی دیگه؟ نه. چند سال دیگه مونده وقت؟ 4 سال دیگه زن نگرفتی دیگه خلاص است. پشت کاکا ماکا نگرد خودت بگرد. والا یا پیسهش نیست؟ ایت پیسه اول پیسه ندارم به کمک از او ایت نمیشه. خب والا دیگه چی گفته این داری به کاکایت هم یادی میشه؟ والا خدا کاکایم چیز گفتنی ندارم در کاکای مینم قدر گفتنی دارم. زن بگی با من. بر ما حتما اول خدا دوم تو دیگه. حتما بگیره. حتما. خب برو ما دعا میکنیم کارت شود. میشه نمیشه بیننده کدامش ببینه دلش بشه یک دونه بگم پیسه عاشق حسین ما میتم ما برش یک زن میگیرم. ها؟ والا ما چیز گفتن نمیتونم اول چیزی که خدا بخواد همه کار در دست خداست اول خدا بخواد قبول دارم ره. بعضی هموطنای ما هست که این تو عروسی ها را میکنن. عروسی های جمعی هستن از طرف خودشان. اونما میشه خودت ببینه یعنی عاشق حسین پیدا کنین این مارکت میوه برچی را که شما پیدا کنید عاشق حسین همیشه است. نمیتو است نه؟ این همیشه است. این همیشه فقط که بخیر یک چی میگه نامزاد شوی دیگه اول نه؟ یا اول عروسی میکنی؟ نه نامزاد پیش از چی نمیشه دیگه. خب این همین نامزادی عاشق حسین رقم شه بخوره. الله یامین. خب الحمدلله. موفق باشه. خب دوستان عزیز در مارکت میوه پل خشک است. ها پل خشک دشت برچی دیگه هستیم. عاشق حسین هم شما دیدین که زنگیر است. دیگه دوستایی که خصوصا دمی بخش کار میکنه یعنی میام کلان ثواب است. سلام علیکم برادر. جان جور است؟ بخیر هستی؟ صحت خوب است؟ جان جور است؟ از اموجا یک صداقت گفت امی حسین بخش دیگه. بله حسین بخش میخوای گپ بزنم. خب خودت دمیجا مصروف هستی؟ همین مصروف هستم. می ترکاری سودا میکنی؟ ترکاری. چطور کاروبار ترکاری؟ والا خدا رو شکر ناشکری نشه دیگه از هیچ کس نیست که نباشه دیگه. والا خب مارکت هم روی سقوط بخیر دیگه. بخیر چطور میگو بدر؟ والا خب یک چیزی که مورد کار زور وری آورده اینجا انداخته دیگه رو بیرون کاروبار نمیره. در دان سرای ببین چقدر کراچی های دیگه سودا من کلا. شما را داخل آورد وارم جمع نمیکنه. داخل آورد بیرون هم جمع نمیکنه. خب ما مجبور شدیم دیگه می‌مندیم هر روز ضرر میدیم دیگه تاوان میدیم. داخل که کس نمیه چون اکثریت مردم ما خصوصا ترکاری میوه را عادت دارن. مارکت خودت دیدی که اومدی دیگه چه کراچی کلی چیز سیب است مثلا ترکاری است از بخش میوه کلی چیز است دیگه کجا میاد دیگه یم پاس کوچه دیگه نه از سرک هم دید نداره دیگه. خب ان شاء الله جور میشه چون پلانایی است که بخیر کل مارکت هایی که میوه است ترکاری است کلش در سرایا و در جای برای جور میشه. شاید موقتا در خاطر رمضان رمضان دم یک ماه رمضان ما را زد از کار و زندگیش. چقدر میجی آمدین؟ ما یک 6 ماه نمیشه. 6 ماه پیش از رمضان اجازه نمیداد. پیش از رمضان خوب بود نمیشتک نه یگان چکر میمد. ولی در ماه رمضان دیگه اونا گفت ما مسلمان هستیم اذیت نمونیم کسا. خب ما گفتیم اذیت نمونیم حداقل مورم اجازه بدید که ما برشیم. مورم اجازه نداد دیگه دیگرام در بیرون کنه کار نه اینجی دیگه ما توان میدیم دیگه برشدم نتونستیم ماندیم موتور دیگه. بیا ان شاء الله خدا مهربان. بیا خدا بزرگ است. امروزی ما در دست خداوند است. در دست بنده نیست. اگر بنده می بود شاید هم یک لقمه را که میخوریم مورم نمیداد. مورم اگه میداد چه قوره. همه هر جایی که باشه نه هر جایی که انسان باشه یک حکایت است میگه کسی در قریب بسیار دور بوده. باز یک نفر در راه رفته بوده دکان داشته. گفت او کاکا دی دشت بیابان. دی دکان چی فایده؟ گفت اونم خداوند پاک تو را به اینجا پیش بر روان کرد. یعنی میاد تو از من یک چیز میخری. همین روزی رو دیگه دادن نمیتونه خو روزی نمیتونه میاد دیگه. یک طرف نه یک طرف.
خب چطور سمرای روزه؟ والا روزه که امسال تاثیر نداره. روزه که آدم خب روزه بعد از این دیگه روزه سرد میشه هوا دیگه. دیگه حال هوا سرده. روزام که خوبه. سردتر نه سردتر بشون دیگه سالا بود دیگه سردتر میشه روزا. گرمیاش تیر کردیم دیگه. گرمیاش تیر کردیم ما روزه. هم شریک داشت تو. دیگه هم اینجا کار فروشی از ما. مرا دست نام چی است؟ نادر. چطور است کار خودت؟ کار بالات خودت هم دیگه کارش نیست. ویجز کلگی نیست یعنی میرم میرسن بخش چیکار امروز چند کار کردی؟ امروز 600 700 کار کردیم اضافه کار نکردیم. حتما یک 500 پیسه خودش 200 مونده دیگه. 200 1.5 ساعت میقدر رو مونده باشه نمونده باشه. خب بعضی وقتا کاروبار یک حالت داره می تجارت و کاروبار یک تجارت خود است دیگه اند مجموعه. بعضی وقت خوب فایده میکنی کاربارت سیز بعضی وقت نیست کاربار. یه دیگه کاربار آزاد هم یک خاصیتش است. دیگه ان شاء الله دعا میکنیم که کاربار کلگی خوب شود. خوب شود قدر از من ان شاء الله اساسا من با من تصویر نشان دادیم از خود مارکت پلخشک از دیگه نه در بشتی دوستان مارکت است بین مارکت خوب ترکاری کسایی که ما اینجا وردن نه یا دعوای خو عمل نکرد ما را بازی دادن اینجا وردن وقتی که مثلا گفته که اینجا مارکت جور میشه نادر یک بامیت تل گفته اینجا مثلا مارکت جور میشه در میسرای این مارکت جور کرد گفت دیگه تا 100 متری شموره اجازه نداره کس مثلا مارکت دیگه یا مثلا دکانای ترکاری باشه و اینجا که شما بلده شما این میر که جور کردیم شما اینجا هستین دیگه مارکت اجازه نداره نایه و امی انجینر که میره اجاره گرفته گفتن نه یک چند تیر شد اون 50 قدمیش اونجا مارکت زده که موقعیت چم خوبه مثلا اون خیلی ضربه زد دزی حال نمیشه اون مارکت ایجا برنده اون مارکت او جای نداره اون تقریبا 40 دانه کراچی همین چیزا جای داره از بیشتر جای نداره ولی ما اینجا جای داریم زیاد اونا میشه که مثلا به اینجا با هم بشیم اینجا آره ولی اونا قبول نکردن دیگه به ان شاء الله اساسا کل چیز جور میشه خدا بزرگوار خیر باشه سختیاش هم دیدیم راحتیاش دیدیم باز سختی باز ان شاء الله راحتی می یا خدا بزرگ دیگه تشکر بخیر باشید بخیر باشید زنده باشید نام چیست مهدی چی میکنی چه تیرا اینجا چی میکنی در مارکت دکاندار هستی کجاست دکانی منه اینه نیسته؟ 1 کیلو سیب چند است؟ 1 کیلو سیب 100 روپه 100 روپه؟ مکتب میری؟ سنف چند هستی؟ 2 سنف 2 میگه بسیار جنگ میکنی دعا میکنی در سنف راست است اونو روی تماوگار کدی؟ نه هم استادتون قصه کرد؟ کی قصه کرد؟ استادتون گفت تو از استادتون چه خبر داری؟ استادتون اونجا من دیدم رفیقم است یک استادتون زن مرد است؟ نیست زن است؟ خیلی او حتما دروغ گفته جنگ نمی کنی؟ نه چندم راستی گفتی؟ 2 اول هستی؟ راست میگی؟ 13 و 14 چند میشه؟ 14 13 و 14 13 و 14 14 28 27 میشه 27 آفرین ماشاءالله نه دیگه مهدی جانم بسیار ماشاءالله بچه تکله بود خود دوستان تصویرها از مارکت میوه پلخشک هم داشتیم امروز برنامه رمضانی ما بود تشکر از شما که تا این دم با ما بودین تا برنامه بعد که بازم ما فواد نادری در خدمت شما قرار میگیرم تاسو ټول په لوی او بخون کې الله سپارم زمونږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ لایک کمنټ هم لیادونوزي شیر کړئ در سره ان شاء الله نور برنامه لرو په کمنټ کې هغه ځایونه چې تاسو مونږ ته نظر راکوي هغه هم کولای شئ نظر راکړئ چې حالت مونږ ورسو ان شاء الله هغه منطقو ته هم مونږ ورسو تر بل خبرونه پورې تاسو ټول په لوی او بخون کې الله سپارم الله مو مل